مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که با قرار دادگاه دو راننده نقلیات مسافرکش که برای که اول و بیشتر مسافر را میگیرد مناقشه کرده بودند، بر اساس ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان به میدانباشی گناهکار دانسته شده هر کدام به 5 شبانه روز حبس مأموری محکوم کرده شدند. بنا به اطلاع میلیسای پایتخت، امیرشایف محمد زاکر سال تولدش 1987 استقامت کننده شهر دوشنبه، راننده خطسیر رقم 67 و شمس‌الدینov جهانگیر سال تولدش 1999 استقامت کننده شهر دوشنبه، دانشجوی سال چهارم رشته طبی بیطوری دانشگاه اگراری تاجیکستان، راننده نقلیات مسافرکش تمغه استارکس صبح یکم دکبر تخمینه ساعت 6:50 در خیابان رودکی در نزد بنای 160 بین هم مناقشه نموده با آواز بلند داد و فغان و شان و شرف همدیگر را با دشنام‌های قبیح پس زده آسودگی شهروندان و ترتیبات جمعیتی را ویران نمودند. در نتیجه هر دو رانندگان در جای حادثه از جانب کارمندان میلیس بازداشت و به مقامات کارهای داخلی دسترس کرده شد. ضمن سنجش و پرسش نامبردگان معین گردید که هر دو دستگیر شدگان هنگام قرار داشتن در ایستگاه آخرین خطسیر رقم 67 با سبب که اول و بیشتر مسافران را میگیرد بین همدیگر مناقشه نموده با آزار لفظی همدیگر ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کردند. گفته می شود در اطلاعیه میلیسای پایتخت تاجیکستان.